به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، مقصد از ثبت برنامه امروز اجرای درخواست دوستانی است که خواهش کردند در بیان ماهیت، فرضیت و اهمیت زکات، این عبادت بزرگ مالی اسلام، چیزی گفته شود و احکام فقهی آن بیان گردد. با کمک و توفیق خداوند این لحظه ها اطراف این موضوع با شما خواهیم بود. دوستان عزیز، قبل از همه باید دانیم که محتاجان و بینوایان بارگران جامعه ها نیستند، بلکه مایه امتحان توانگران و زمینی خوبی برای کاشتن اجر و ثواب دارنده ها هستند. امام بزرگوار فقه و حدیث، امام نامور سفیان ثوری، چون محتاجی را پشت در خود می دیدند می گفتند مرحبا و کسی که برای شستن گناهان من آمده است. از مادرمان عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کنند که چون انفاق می کردند دینار و درهم خود را مشک مالیده بعداً صدقه می کردند. چون از عادتی ایشان پرسیدند، سبب پرسیدند چرا چنین می کنید؟ گفتند این مال من قبل از اینکه به دست بینوا و فقیر رسد به دست خداوند می رسد، به دست خالقم می رسد. من می خواهم مال من در حال به دست خالقم رسد که خوشبو باشد. خداوند عزوجل در 10 آیه قرآن بندگان را به انفاق مال، خرج مال برای محتاجان و بینوایان امر کرده، تشویق و ترغیب نموده است. یکی از این آیات ها آیه جالبی است که خداوند به این شکل خطاب کرده به بندگان، گفته و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، و آنان را، یعنی بینوایان را، محتاجان را از مال خدا که در دست شماست بدهید. یعنی به حقیقت ای بندگان من، خداوند گفته ایستاده است ای بندگان من، به حقیقت آن مال من است. از مال من که در دست شماست، حالا موقتا در دست شما قرارش دادم، برای امتحان به شما دادم، از مال من و بندگان من بدهید. اما در مورد ماهیت و اهمیت زکات باشد، زکات این یکی از 5 رکن اسلام است، فریضه حتمی الهی است که اسلام انسان، مسلمانی انسان بدون آن کامل نمیگرد. در بیان اهمیت و مقام بزرگ این عبادت همین بس است که دانیم این عبادت در 30 جای قرآن با نماز همراه ذکر شده. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را برپا دارید و زکات پرداخت کنید. این قرین نماز است. هر کجا خداوند به نماز که مهمترین وظیفه بندگی است امر کرده، همانجا بندگان را به پرداخت کردن زکات نیز امر کرده است. این پیامبر صلی الله علیه و سلم در 10 حدیث خود تأکید بر ادای زکات نموده، از خودداری و پرداخت نکردن آن وعیدهای شدید دادند. هر کی دارای نصاب باشد که مقدار آن را بیان خواهیم کرد، ولی حق فرضی آن مال را که زکات از پرداخت نکند، به فرضیت زکات اعتراف داشته باشد، قبول داشته باشد، ولی پرداخت نکند، فاسق عنوان میگیرد در شرع. و هر کی فرضیت زکات را انکار کند، رد کند، از دین خارج میگردد. از اهمیت و مقام بلند زکات این است که این عبادت نه تنها بر امت آخرین، امت محمد صلی الله علیه و سلم فرض گردیده است، بلکه به امتان پیشین نیز فرض بود. البته با تفاوت در شرط ها و مقدار آن، اما فرض بود. خداوند عزوجل از سخن حضرت عیسی علیه السلام که به قومش میگفت نقل کرده، فرموده و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسی و قومش گفت که خداوند مرا با برکت گردانیده و مردم نفع رسان گردانیده است و مرا تا آنگاه که زنده هستم، مادام در قید حیات هستم، به ادای نماز و پرداخت کردن زکات امر نموده است. این خداوند عزوجل وصف نیکی حضرت اسماعیل علیه السلام را در قرآن نقل کرده. در سوره مریم می‌فرماید و کان یأمر اهله بالصلاة والزکاة و کان عند ربه مرضیا. یعنی او اسماعیل خاندان خود را به ادا کردن نماز و پرداخت کردن زکات امر میکرد. اما در مورد فرضیت زکات باشد دوستان عزیز، زکات در مکه مکرمه در آغاز اسلام فرض گردیده بود، اما مقدار معینی نداشت. شخص مسلمان باید آنچه که از نیاز اصلیش بیرون است مقدار باید زکات میداد. اما در مدینه بعد هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 2 هجری فرضیت این عبادت تأکید شد و آن مال‌هایی که در آن زکات فرض می‌گردد و چه مقدار فرض می‌گردد مفصل بیان گشت.
از جمله آیاتی که درباره فرضیت زکات نازل شده آیه سوره بقره است که خداوند عزوجل فرموده و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین. ای مسلمانان، ای مؤمنان، نماز برپا دارید و زکات پرداخت کنید و با رکوع کنندگان، یعنی با نمازگزاران، نماز گذارید. این چنین آیه که بر فرضیت زکات دلالت میکند آیه سوره حدید است که خداوند عزوجل میفرماید آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. یعنی به خداوند و پیامبرش ایمان آورید و از آن مالی که خداوند شما را در تقسیم آن نماینده خود قرار داده است انفاق کنید. بیشک کسانی که ایمان می آورند و انفاق مال می کنند برایشان اجری بزرگ یعنی جنت است. اینچنین خداوند عزوجل و پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب نموده، سفارش داده، فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. یعنی ای پیامبر از مال آنان زکات بگیر که بدین وسیله آنان را پاک سازی و رشد و پرورش دهی. اینچنین در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بر فرضیت این عبادت تأکید شده. از جمله حدیث مشهوری که از عبدالله بن عمر روایت می شود، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و صوم رمضان و حج البیت. اسلام بر 5 رکن بنیاد شده است، بنا یافته است. گواهی دادن که خداوند یگانه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده اوست و برپا داشتن نماز و پرداخت کردن زکات و روزه داشتن رمضان و حج کردن خانه کعبه. یعنی زکات یکی از 5 رکن اساسی دین مبین است. زکات دوستان عزیز در خود مقصدهای بزرگی دارد، مرامهای والایی دارد که به پرداخت شدن این عبادت مالی در جامعه آن مقصدهای عالی تحقق می‌یابد. دوستان گرامی، آنگونه که زکات این عبادت مقدس الهی، این فرض حتمی الهی، راه حل بسیار مشکلات جمعیتی و اقتصادی است و فقر و بینوایی را از بین میبرد و یا کم میکند، در هیچ نظام بشری چنین راه حلی وجود ندارد. در آن آیه که در بالا ذکر کردید خداوند عزوجل به بعضی مقصد و مرامهای زکات اشاره کرده، فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. یعنی از مال آنان زکات بگیر که بدین وسیله آنان را پاکسازی نمایی. فقها و مفسرین میگویند زکات 3 چیز را پاک میسازد. اول، مالی توانگر را از حرام گردیدن پاک میسازد و به آن مال رشد و برکت و نمو میآورد. دوم، قلبی توانگر را از خصلت بخل و حرص بر مال پاک میسازد و او را بر عطا کردن، انفاق کردن عادت میکناند. سوم چیزی که زکات پاک میسازد این قلبی نیازمندان و فقیران است که از حس بدبینی نسبت به دارنده ها، از حس آرزوی زوال نعمت آنان قلبی محتاجان را پاک میسازد و در قلب آنان حس نیکی، منتداری و دعای خیر به توانگران ایجاد میکند. دیگری از مقصد و مرامهای زکات این برطرف شدن نیاز محتاجان و سیر شدن گرسنگان است که البته از بزرگترین مقصد و مرامهای دین مبین در قانونگذاری هایش است. دوستان عزیز، زکات اینچنین در کم و کاسته گرداندن جنایت ها نقش مهم دارد، سهمی بزرگ دارد. وقتا فقیر و محتاج از حساب زکات حق خود را میگیرد و گرسنگی او و نیازی او برطرف می شود، البته تا حد دیگر در فکر جنایت صادر کردن و ربودن مال دارنده ها و دزدی صادر کردن، البته که از این افکار تا حد باز می ایستد. با پرداخت شدن زکات اینچنین دین و دعوت تقویت می یابد و تعلیمات دین به مردم به شکل بهتر و بیشتر می رسد، زیرا که از مصرف های زکات فی سبیل الله، یعنی راه خداست. راه خدا که شامل غازیان است که با سلاح از دین حمایه می کنند و یا کسانی که با قلم از تعلیمات دین حمایه می کنند، دفاع می کنند. مادام زکات این گونه مقامی بلند در دین دارد و مادام این گونه فریضه حتمی الهی از رکن دین است، گناهی پرداخت نکردن آن چگونه است؟ البته در قرآن و احادیث به این سوال جواب آمده است. خداوند عزوجل در سوره توبه فرموده والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.
یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. و کسانی که طلا و نقره خود را و اینچنین هر نوع دارایی و ثروت خود را جمع کرده زکات آن را پرداخت نمی کنند، ای پیامبر آنان را به عذاب دردناک مژده بده، خبر بده. روز قیامت با آن گنج و سیم و زرشان آتش افروخته می شود و چون تفسان شود آن را به پیشانی آنها، به پهلوی آنها، به پشت آنها داغ کرده گذاشته می شود. با آنان گفته می شود این همون سیم و زر، این همون گنج خود شماست که ذخیره کردید، اندوختید و زکاتش را ادا نکردید. امروز طعم تلخ آن را بچشید. اینچنین امام بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در وعید شخصی که زکات مالش را پرداخت نمی کند فرمودند: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يتوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. یعنی خداوند به هر که مال دهد ولی او زکاتش را پرداخت نکند، مالش در روز آخرت به صورت مار سیاه زهردار می درآید، مبدل می شود که در بالای دو چشمش دو نقطه سیاهی وحشتناک دارد. بعضی شارحان حدیث له زبیبتان گفتند دو دندانی پیش دارد که از دهانش برآمده است. به گردن آن صاحب مال می پیچد و می گوید من مال تو هستم، من همون گنج تو هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این صحنه دهشتناک را نقل کرده، سپس این آیه سوره آل عمران را تلاوت کردند: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. یعنی و کسانی که در آن چیزی که خداوند به آنان از فضلش عطا کرده است بخل می‌ورزند، حق آن را ادا نمی‌کنند، گمان نکنند که این عادتشان به نفع آنان است بلکه به زیان آنان است. به زودی آن مالی که بخل ورزیدند آن را اندوختند به شکل طوق و زنجیر در گردن آنان خواهد بود و وسیله آن عذاب داده خواهند شد. ولی دوستان عزیز و گرامی، این همان بعضی از آیات و احادیث است که در مورد این عبادت بزرگ وارد شده آمده است و این است مقام و منزلت و اهمیت این عبادت در دین مبین. سوالی که مطرح می شود این عبادت به کی فرض است؟ چه شخصی می باید زکات پرداخت کند؟ البته این زکات، این عبادت مالی نه به همه مسلمانان فرض است، بلکه برای فرض کردن آن شرط های معین است که ذکر خواهیم کرد. نخستین شرط برای فرضیت زکات این اسلام است، یعنی شخص مسلمان باشه. به غیر مسلمان زکات طبیعی که فرض نیست. شرط دیگری زکات این بلاغت است، یعنی شخص باید به بلاغت رسیده باشد. بنابراین کودک اگر رفته در نامش در حسابش مال و اموال زیادی هم داشته باشد، طبق مذهب حنفی برای او زکات فرض نمی‌گردد. شرط سوم زکات این دارای عقل و هوش بودن است، یعنی شخصی اگر مال و اموال زیاد هم داشته باشد به نامش اما از عقل بیگانه باشد، زکات از ذمه او ساقط است، فرض نیست. شرط چهارم فرض گشتن زکات این داشتن نصاب است. نصاب همان مقدار معین مال که شریعت آن را تعیین کرده، در هر مال مقدار معین دارد که بیان خواهیم کرد. شخص مسلمان اگر آن مقدار را داشته باشد سپس زکات برایش فرض می‌گردد. اگر دارایش از آن نصاب، از آن حد، از آن اندازه کمتر باشد زکات برایش فرض نیست. شرط پنجمی فرض گشتن زکات این است که شخص نسبت به همین مقدار مال که نصاب نام دارد به تعبیر فقها ملکیت تام، یعنی مالکیت پره داشته باشد، به این معنا که مال هم از آن او باشد و هم اختیاراً حق تصرف در او داشته باشد و به مال رسیده تواند. مثلا رفت و این مقدار مال را داشته باشد ولی مالش را کسی غصب کرده باشد یا به قرضدار داده باشد، قرضدار انکار کرده باشد و دلیل و حجتی ندارد مالش را باز پس بگیرد. یا زن این مقدار مال را از حساب مهریه خود صاحب شده ولی حالا مال به دستش نرسیده. در این صورت ها که مالکیت تام نیست، پره نیست، بنابراین زکات فرض نمی گردد تا آن زمان که این مبلغ در دست صاحبش فعلا رسد و حق تصرف در او را پیدا کند، سپس زکات برایش فرض می گردد. شرط ششم فرض گشتن زکات این است که این مقدار مالی که انسان به دست می آورد یک سال قمری در دست او باقی ماند، یعنی مالش یک سال عمر بیند به حساب قمری. البته
شریعت فرصت داده، آسان گرفته. چون که اگر در میان سال صرف شود، خرج شود، به این معنی است که انسان خودش نیازمند است. اگر یک سال باقی ماند و یا لااقل در دو طرف سال پره باشد، در میان کم شود دوباره پره شود، زکات فرض است. اگر 11 ماه حتی نصاب داشته باشد و یک ماه مانده به سال پره پولش صرف شود، خرج روزگارش شود، زکات برای او فرض نمی‌گردد. البته که شخص میتواند زکاتش را پیش از اینکه مالش یک سال عمر بیند پرداخت کند. مثلا هنوز یک چند ماه است که صاحب نصاب شده، حالا یک سال نشده که زکات برایش فرض گردد، لیکن شریعت اجازه داده در چنین صورت که شخص مسلمان این فریضه را پیش از وقتش ادا کند و چون یک سال می شود الکی زکات از ذمه او ساقط است. شرط هفتم برای فرض گشتن زکات این است که این مقدار مال از نیازهای اساسی شخص بیرون باشد، زیادتی باشد. در نیازهای اساسی می دارد خانه استقامتی، ماشین سواره، لباس ها، اشیای خانه، همه این چیزها را انسان باید فراهم کند. بعد از این اگر مالش زیادتی کند به این مقدار معین و یک سال سپری شود، سپس برایش زکات فرض می گردد. شرط هشتم برای فرض گشتن زکات این است که شخصی که نصاب دارد به مقدار نصابش و یا به مقداری که نصابش را کم می کند از کسی قرضدار نباشد. به این معنا که فرضاً اگر 35,000 سامانی نصابی امسالی که در کشور مقرر گشت داشته باشد ولی عین زمان 5,000 سامان از کسی قرضدار است، مال او در حقیقت 30,000 سامان حساب می شود، 5,000 دیگری او حقی کسی دیگر است. بنابراین برای این شخص زکات فرض نیست چون که مالک نصاب نیست، مالک پره نصاب نیست، چون که 5,000 سامانی که در دست دارد مالکیت کسی دیگر است. شرط نهم فرض گشتن زکات که البته این شرط به نوع معین نصاب، به نصاب جانوران تعلق دارد، این است که شخصی که چارواها دارد، این چارواها در اکثر سال در دشت و دمن چرند، با دهان خود خورند. اما اگر چون باشد که نیم سال برابر و یا از نیم سال بیشتر صاحبش در خانه از علف غن داشته آنها را سیر می کند، بر چنین مال زکات فرض نمی گردد. برای صحیح شدن زکات چند شرط است که باید رعایت شود. این شرط ها اگر رعایت نشوند زکات ادا نمی یابد، صحیح نمی شود. نخستین شرط این نیت است، یعنی صاحب مال باید به نیت زکات دهد، در قلبش، در قصدش همین باشد که من این عبادتی که خدا فرض گردانیده است آن را ادا کرده ایستادم. به وقتی که مالش را حساب می کند، مال زکات را جدا می کند، آنگاه نیت کند، یا به وقتی که به فقیر می دهد. و یا اگر در این دو حالت نیت نکرده باشد ولی مال در دست فقیر هنوز باقی باشد، می تواند نیت کند. لیکن فقیر الکی مال را خرج و صرف کرده باشد، دیگر نیتی صاحب مال اعتبار ندارد، باید دوباره زکات دهد. شرط دومی درست شدن زکات این است که صاحب مال، زکات دهنده، باید به همان 8 صنف آدمانی که قرآن معین کرده به همانها دهد. به غیر آنان اگر زکات دهد زکاتش درست نمی شود. شرط سومی درست شدن زکات این است که زکات دهنده مال را به تعبیر فقها تملیک کند، یعنی به مالکیت فقیر درآورد، به شخص معین مال را ببخشد. بر اساس این شرط فقها میگن اگر شخص با مال زکاتش راه سازد، مسجد بنیاد کند، مکتب سازد، زکاتش ادا نمی شود چون که به کسی معین مالش را نداده. و یا برای میت کفن تهیه کند، یا به دوستانش یا به فقیران ضیافت کند، در این صورت ها زکات ادا نمی یابد، زیرا تملیک صورت نگرفته. بر اساس همین شرط فقها میگویند پرداخت شدن زکات به صورت بخشیدن قرض جایز نیست. یعنی فقیر یک چند فقیر از توانگری قرض دارند و این توانگر میگوید من فلان مقدار پولم را از شما گذشت کردم در عوض زکاتم. جمهور فقها، اکثر فقها به این نظرند که زکات به این شکل پرداخت نمی شود، زکات او جایز نمی شود، زیرا تملیک صورت نگرفته و زیرا اینکه آن مالکی کیها باز پیش از این وقت به او داده بود به نیت زکات به اون نداده بود. بنابراین باید زکات به شکلی فعلا دادن پول به فقیر صورت گیرد. ولی رفت اگر این توانگر به فقیر زکاتش را برآورده دهد و اون فقیر دوباره
پولی قرضش را به خود این توانگر دهد باکی ندارد، جایز است، ولی گذشت کردن از یک حصه قرض به نیت زکات نزد جمهور فقها جایز نمی شود. در مورد مصرف های زکات باشد، زکات 8 مصرف دارد که می توان در همه این مصرف ها یا در بعض آن زکات را پرداخت کرد. این مصرف ها را خداوند عزوجل در سوره توبه مشخص بیان کرده فرموده است: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم. این همان 8 مصرف است که شخص زکات دهنده می تواند به همه آنان یا به قسم آنان و به یک نفری از میان آنان زکاتش را ادا کند. فقیر یعنی شخصی که مالش از حد نصاب کمتر است، مسکین کسی که چیزی ندارد، العاملین علیها کسانی که در اداره صندوق زکات مشغول کار هستند، مؤلفه قلوبهم یعنی کسانی که امید از اسلام دارند و یا اینکه به خاطر ضرر نرساندنشان به اسلام مسلمانان به آنها جایز است که زکات داده شود. این چنین الغارمینش کسانی که قرضدار باشند و یا برای آزاد کردن غلام می توان زکات پرداخت کرد. این چنین فی سبیل الله یعنی در راه خدا که شامل غازیان است که در راه نبرد دین خدا هستند و یا کسانی که به طلب علم و نشر دین و دعوت مشغولند. و ابن سبیل یعنی مسافری درمانده که گرچنده که در خانهش مال دارد ولی در راه مانده و توانی بازگشت به خانهش را ندارد، مصرف زکات است، می توان آن را یاری کرد تا به خانهش برگردد. به چه کسانی جایز نیست که مال زکات داده شود؟ به پدر و مادر، بابا و بیبی، بابا و کلان، بیبی کلان، به فرزند، نبیره ها، ابیره ها. به همسر نمیتوان زکات داد، همسر به شوهر نمیتواند زکات دهد، چون که این کسان نفقهشان بر ذمه کسی است. زکات را باید به کسی بیگانه فقیری دهد. بر برادر و خواهر و عمه و خاله و فرزندان آنان میتوان زکات داد، بلکه بهتر است، چون که در حدیث آمده این چنین صدقه، این چنین زکات هم اجر صدقه دارد و هم اجر صله رحم دارد. این چنین به بنی هاشم یعنی خاندان نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم جایز نیست زکات داده شود، گرچنده که در این مسئله فقها اختلاف نظر دارند. و این چنین به غیر مسلمان، چون که زکات عبادت است و تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم، از توانگران مسلمانان گرفته به فقیران مسلمانان باید ادا شود. اینجا چند مسئله است که شایسته است دانسته شود. نخست اینکه چند نوع مال است که در آن زکات فرض است. نخست در مالهای نقدی یعنی پولهای ورقی رایج هر کشور، طلا و نقره. این چنین در مالهای تجارتی یعنی مال و کالای تجارتی، چه منقول باشد چه غیر منقول، خانه و ماشین، زمین و دکان و یا خوراکه و لباس، هر چیزی که انسان به مقصدی فروش و سودا میخرد در مالکیتش هست، مال تجارت هم محسوب می شود و زکات دارد. دیگر نوع مالی که زکات در آن فرض است دارایی چارواست، یعنی در مالهای میده و گاو و شتر. در مورد اسب اختلاف نظر فقهاست. نظر امام ابو حنیفه این است که اسب نیز اگر برای سواری صاحبش یا بارکشی نباشد، برای نسل گیری و پرورش باشد زکات دارد. اینجا باید قید کرد که مال و کالای تجارتی را باید به نرخ فروششان نرخ گذاری کرده زکات پرداخت کرده شود، نه به نرخ خریدشان که شاید به نرخ کمتر یا بیشتر خریداری شده باشند. آن لحظه که میخواهد زکات دهد آن صاحب کار، در آن شب و روز به آن نرخ باید نرخ گذاری شوند، قیمت آن برآورده از آن باید زکات ادا کند. مسئله دیگر این که زکات دهنده را شرط نیست خبر کند به فقیر که این مال من مال زکات است، این را بپذیر. به هر شکل و صورت میتواند مالش را به فقیر بینوا رساند. مهم تملیک مالک ساختن فقیر صورت گیرد و مهم در دلش صاحب مال زکات دهنده قصد ادای این فریضه الهی را داشته باشد. مسئله دیگری که جا دارد قید شود این است که درست است رمضان ماه انفاق و ماه سخاوت است، اما باید دانیم که پرداخت کردن زکات به ماه رمضان هیچ تعلقی ندارد، بلکه این روزه‌داری است که در ماه رمضان باید صورت گیرد. اما زکات آن وقت باید پرداخت شود که وقتش فرا رسد و وقت زکات این است که نصاب کس بر نصاب کس یک سال قمری سپری گردد. شخصی که صاحب نصاب می شود منتظر می شود همین که مالش
یک سال عمر رو بیند به حساب قمری باید زکاتش را ادا کند، نابسته که در کدام ماه قرار دارد. و اگر رفت و یک ماه بر رمضان مانده باشد، برای او اجر و ثواب این است که یک ماه پیش از رمضان پرداخت کند و منتظر رمضان نشیند، چون که تأخیر کردن فرض جایز نیست. برای او همان لحظه فرض گردیده است که زکاتش را ادا کند. مسئله دیگر، صاحب کار دهها دکان و ماشین ها و زمین ها دارد که کار تجارتش توسط این دکان ها و این انبارها، این ماشین ها صورت میگیرد. از این مال ها زکات نمیدهد، بلکه از درآمدی که از تجارتش به دست می آورد از اون درآمد باید زکات دهد. اینچنین شخصی اگر کارخانه دارد، به کار استحصال و صنعتی مشغول است، از خود نرخ کارخانه زکات نمیدهد، بلکه از درآمد کارخانه و یا آن مواد خامی که خریداری کرده ذخیره کرده است و از آن مواد اشیا می سازد، آن مواد مال تجارتی حسابند، آنها را نرخ گذاری کرده باید زکات دهد. مسئله دیگر این که اگر شخصی از شرکت سهمیه خریده باشد، اگر سهمیه را به این مقصد خریده باشد که قیمت تر شود دوباره می فروشد، سهمیه او مال تجارتی حساب می شود، از نرخ آن باید زکات پرداخت کند. اما اگر سهمیه را نه به مقصد فروش بلکه به مقصد سهم شدن در شرکت و درآمد کردن از کار شرکت خریده باشد، در این صورت نه از نرخ سهمیه بلکه از درآمدی که از شرکت به دست می آورد و اگر به نصاب رسد بعد زکات پرداخت می کند. در مسئله زر و زیور زنان که در آن زکات فرض است یا نه، میان مذاهب فقهی اختلافی نظر است. طبق مذهب حنفی زر و زیور زنان از طلا و نقره باشد، وزنش به 85 گرم طلا برابر باشد، زکات فرض می گردد. صاحب کاری که می خواهد زکات دهد و اموال گوناگون تجارتی دارد، پول نقد دارد، خوراک دارد، لباس دارد و هر چیز دیگری دارد، اختیار دارد که از کدام نوع این مال ها زکات برآورد و به فقیر دهد، جایز است. البته که خوب است منفعت فقیر را به نظر گیرد که به فقیر کدامش بهتر است، سودمندتر است، آن را ادا کند. ولی در جایز بودن زکات از هر نوع مالش که زکات برآورد جایز است. فقیهان در باب زکات قاعده دارند، میگویند فرع تابع اصل است. به این معنا که شخصی اگر صاحب نصاب گردد و در میانه سال باز پول دیگری درآمد کند، از راه درآمد تجارتش یا کسی به او تحفه کند یا از کسی میراث برد، این پولی که در میانه سال به دست می آورد بر پول اصلی او ضم شده، در آخر سال از همه این پولش زکات پرداخت می کند. طبق مذهب حنفی البته چنین است. یعنی بر مال جدیدش که شاید 6 ماه عمر دیده است، شاید 2 ماه عمر دیده، شاید نیست که 1 سال دیگر سپری شود، با سالگرد پول اصلیش همه یک جا حساب کرده می شود و زکات آن در مجموع پرداخت می شود. پرداخت کردن زکات آدابی دارد که زکات دهنده می باید آن را رعایت کند. نخست آداب زکات این است که زکات را پنهانی پرداخت کند تا آبروی فقیر، حیثیت فقیر را حفظ کند، نگه دارد. مگر در آن صورت که احتمال است به این مالدار که می خواهد زکات دهد دیگر دوستانش نیز اقتدا کنند، در این صورت می تواند آشکار دهد تا دوستان دیگرش نیز به او پیروی کرده به فقیران زکات دهند. اما در حالت طبیعی بهتر است زکات به شکل پنهانی به فقیر داده شود تا آبروی او، عزت نفسی او حفظ گردد. آداب دیگری زکات این است که شخص زکات دهنده با منت نهادن اجر و ثواب زکاتش را از بین نبرد. خداوند عزوجل فرموده لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. شما اجر صدقات خیش را با منت نهادن و اذیت دادن فقیر از بین نبرید. آداب دیگر زکات این است که زکات دهنده به وقت ادا کردن زکات احساس فضل خداوند را کند، احساس شادی و فرح کند، مسرور باشد که خداوند او را از فضلش مال عطا کرده، بدین خاطر به دل گشاد به فقیران مال عطا کند و شاد باشد که خداوند او را از دهنده ها گردانیده، نه از محتاجان گیرنده. دیگر از آداب مهمی زکات دادن این است دوستان عزیز که زکات دهنده از میان مالش محبوب ترین، خوش صفت ترین و بهترینش را جدا کرده زکات دهد، چون که برای خداوند می دهد، در راه خدا می دهد. شایسته است که مال با صفت ارزشمند محبوب خود را برآورد. دیگر از آداب زکات این است که زکات دهنده برای پذیرفتن زکاتش کسانی را انتخاب کند که از خویش و تبارش باشند تا با پرداخت شدن زکات پیوند خویشیش نیز استوار گردد، و یا کسانی باشند که از اهل تقوا و طاعت و عبادتند و یا طالب علمانند و یا دعوتگران راه دینند تا
مال او باعث گردد که دین و دعوت تقویت یابد. دیگری از آداب زکات که به ذکر آن صحبتمان را خاتمه بخشیم این است که آن مالی را که زکات دهنده جدا کرده زکات می دهد باید در چشمش ناچیز نماید، کوچک شمارد، چون که طاعت و عبادت در چشم صاحبش اگر کوچک نماید در نزد خداوند بزرگ می شود و اگر در چشم صاحبش بزرگ باشد در نزد خداوند ارزشش کم می گردد. به امید قبول همه نوع طاعت و عبادت ها دوستان گرامی و به امید سرفرازی و سربلندی در دنیا و آخرت، خدا نگهدارتان.